یکی از مشکلات جامعه ما برخورد با آدم‌های تأثیرگذاره. این مشکل فرهنگی به شکلیه که ما همه آدم‌های تأثیرگذار رو به دو دسته خوب و بد، سیاه و سفید، مثبت و منفی تقسیم بندی میکنیم. این قضیه اونجایی اثرگذاریشو نشون میده که ما تا بعد تاریخی هم از این قضیه آسیب دیدیم و آدم‌های تأثیرگذار ما تو تاریخ ایران به دو دسته خادم و خائن تقسیم بندی شدن. این بعد سیاه و سفید کردن آدم‌ها، اون هم یک انسانی که خاکستریه، اساساً انسان موجودی خاکستریه، ما رو زمینگیر کرده. بهتره که ما تو مطالعاتمون، تو بررسیمون و قضاوت‌هامون درباره همه آدم‌ها خاکستری بودن رو ملاک قرار بدیم. با تشکر از شما عزیزان.